دو جوان کوچک ما که تمرین داشتند در تصویر مشاهده کردین و حالا همراهشان صحبت‌هایی می داشته باشیم که چقدر علاقه‌مند هستند در این رشته ورزشی و چطور انتخاب کردن این رشته ورزشی را. خب نام چی است؟ ابوبکر. ابوبکر. خب چند ساله است ابوبکر جان؟ 6 شد. خب چقدر وقت میشه ورزش میکنی؟ 2 سال. 2 سال. نام خدا. چند مسابقه دادی تا حالا؟ 2 مسابقه. بردی یا باختی؟ بردی. حریف دستو که کلان بود یا خورد؟ کلان بود. خب تو زور هستی یا ای؟ نه. خب چقدر خوش داری که همی رشته ورزشی را پیش میبری؟ زیاد. خب در آینده چی میخوایی شی؟ پالوان شی. وای نام خدا بخیر دارزویت برسید. خب نام خودت چی است؟ احمد نوید. احمد نوید جان چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ 2 سال. 2 سال میشه. خب چی باعث شد که خودت بیای همین رشته ورزشی را انتخاب بکنی؟ خوش داشتی دیگه رشته ورزشی را. چگونه آشنا شدی در این ورزش؟ پدرم چه رئیس فدراسیون است که آمدم. چه استاد هستی دیگه؟ خودت تا حال مسابقه دادی برای سن سالای؟ توالی چند حریف شکست دادی؟ چند حریف 2 تا. بردی یا باختی؟ بردم. چی میخوایی در آینده بخیر شی؟ پالوان شی. امید است که به آرزوهایت برسی. خب یک فایت هم میکنی امروز یا نه؟ بگی یک فایت که ما ببینیم بیننده‌های ما که کدامتان قوی هستیم. آماده هستی تو؟ سعی بیاین که دوستان عزیز یک فایت از اینا را ببینیم.